مهرهای رژیم آخوندی مخالفت با این رژیم جنایتکار را مخالفت با خدا نشان می‌دهند. اگر کسی برای براندازی حکومت اسلامی کف خیابان بیاد، در حکم جنگ با خدا و رسول خداست. حکم مفسد فی الارض دارد و حکم اینها اعدام، کشتن، قطع دست و پا و حداقلش تبعید هست. رژیم آخوندی زندگی میلیون‌ها کودک را نابود و هزاران تن از آنان را اعدام کرده، اما دلسوز آنها شده است. حکم معارض و مفسد فی الارض را براش میتونه قاضی اگه اثبات شد براش اجرا کنه. برای چه؟ برای که مردم را ترسونده. بچه مردم جرئت نمیکنه بره مدرسه. این شوخی که نیست. اما دیگر کسی این دجال بازی ها را به پشیزی نمیخرد و حنای تبلیغات خامنه‌ای بدجور رنگ باخته است. آیا شاخ و شانه کشیدن نمایندگان خامنه‌ای ناشی از ترس آنها از قیام آفرینان نیست؟